به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی متفاوت شروع میکنم. این کتاب مجموعه زیبایی از سخنرانی‌های مولا علی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش که به اسم نهج البلاغه در اختیار ما قرار داره. کتابی که من از حکمت‌های نهج البلاغه در اختیارم هستش آقای محمد دشتی از عربی به فارسی ترجمه کردن. این کتاب در سال 1392 به چاپ 13 رسیده و انتشارات آستان قدس رضوی این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب شامل ترجمه خطبه ها، ترجمه نامه ها و ترجمه حکمت های نهج البلاغه هستش که در 3 قسمت و به صورت ورقه های آبی، ورقه های زرد و ورقه های صورتی آورده شده. این کتاب شامل 2 مقدمه بسیار طولانی هستش، یکی از آقای محمد دشتی و یکی از آقای سید رضی که من ترجیح میدم مقدمه ها رو نخونم و برم سراغ بخش اول، ترجمه خطبه های نهج البلاغه از خطبه 1 تا 241. با من همراه باشید. ترجمه خطبه 1. امام علی علیه السلام در این سخنرانی از آفرینش آسمان و زمین و آفرینش انسان یاد می کند. 1. عجز انسان از شناخت ذات خدا. سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درمانده‌اند. خدایی که افکار ژرفندیش ذات او را درک نمی کنند و دست غواصان دریای علوم به او نخواهد رسید. پروردگاری که برای صفات او حد و مرزی وجود ندارد و تعریف کاملی نمیتوان یافت و برای خدا وقتی معین و سرآمدی مشخص نمیتوان تعیین کرد. مخلوقات را با قدرت خود آفرید و با رحمت خود بادها را به حرکت درآورد و به وسیله کوهها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد. 2. دین و شناخت خدا. سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باور داشتن او و کمال باور داشتن خدا شهادت به یگانگی اوست و کمال توحید شهادت بر یگانگی خدا اخلاص و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است، زیرا هر صفتی نشان می‌دهد که غیر از موصوف و هر موصوفی گواهی می‌دهد که غیر از صفت است. پس کسی که خدا را با صفت مخلوقات تعریف کند او را به چیزی نزدیک کرده و با نزدیک کردن خدا به چیزی 2 خدا مطرح شده و با طرح شدن 2 خدا اجزایی برای او تصور نموده و با تصور اجزا برای خدا او را نشناخته است. و کسی که خدا را نشناسد به سوی او اشاره می کند و هر کس به سوی خدا اشاره کند او را محدود کرده و به شمارش آورد. و آن کس که بگوید خدا در چیست او را در چیز دیگری پنداشته است و کسی که بپرسد خدا بر روی چه چیزی قرار دارد به تحقیق جایی را خالی از او در نظر گرفته است، در صورتی که خدا همواره بوده و از چیزی به وجود نیامده است. با همه چیز هست، نه اینکه همنشین آنان باشد، و با همه چیز فرق دارد، نه اینکه از آنان جدا و بیگانه باشد. انجام دهنده همه کارهاست بدون حرکت و ابزار و وسیله. بیناست حتی در آن هنگام که پدیده‌ای وجود نداشت. یگانه و تنهاست، زیرا کسی نبوده تا با او انس گیرد و یا از فقدانش وحشت کند. 3.
راه‌های خداشناسی. اول، آفرینش جهان. خلقت را آغاز کرد و موجودات را بیافرید بدون نیاز به فکر و اندیشه‌ای یا استفاده از تجربه‌ای، بی آنکه حرکتی ایجاد کند و یا تصمیمی مضطرب در او راه داشته باشد. برای پدید آمدن موجودات وقت مناسبی قرار داد و موجودات گوناگون را هماهنگ کرد و در هر کدام غریزه خاص خودش را قرار داد و غرایز را همراه آنان گردانید. خدا پیش از آنکه موجودات را بیافریند از تمام جزئیات و جوانب آنها آگاهی داشت و حدود و پایان آنها را می‌دانست و از اسرار درون و بیرون پدیده‌ها آشنا بود. سپس خدای سبحان طبقات فضا را شکافت و اطراف آن را باز کرد و هوای به آسمان و زمین راه یافته را آفرید و در آن آبی روان ساخت، آبی که امواج متلاطم آن شکننده بود که یکی بر دیگری می نشست. آب را بر بادی طوفانی و شکننده نهاد و باد را به بازگرداندن آن فرمان داد و به نگهداری آب مسلط ساخت و حد و مرز آن را به خوبی تعیین فرمود. فضا در زیر تندباد و آب بر بالای آن در حرکت بود. سپس خدای سبحان طوفانی برانگیخت که آب را متلاطم ساخت و امواج آب را پی در پی در هم کوبید. طوفان به شدت وزید و از نقطه دور دوباره آغاز شد. سپس به طوفان امر کرد تا امواج دریاها را به هر سو روان کند و بر هم کوبد و با همان شدت که در فضا وزیدن داشت بر امواج آبها حمله ور گردد. از اول آن برمی داشت و به آخرش می ریخت و آبهای ساکن را به امواج سرکش برگرداند تا آنجا که آبها روی هم قرار گرفتند و چون قله های بلند کوهها بالا آمدند، امواج تند کفهای برآمده از آبها را در هوای باز و فضای گسترده بالا برد که از آن 7 آسمان را پدید آورد. آسمان پایین را چون موج مهار شده و آسمان‌های بالا را مانندی سقفی استوار و بلند قرار داد، بی آنکه نیازمند به ستونی باشد یا میخ‌هایی که آنها را استوار کند. آنگاه فضای آسمان پایین را به وسیله نور ستارگان درخشنده زینت بخشید و در آن چراغی روشنایی بخش خورشید و ماهی درخشان به حرکت درآورد که همواره در مدار فلکی گردنده و برقرار و سقفی متحرک و صفحه‌ای بیقرار به گردش خود ادامه دهند. دوم، شگفتی خلقت فرشتگان. سپس آسمان‌های بالا را از هم گشود و از فرشتگان گوناگون پر نمود. گروهی از فرشتگان همواره در سجده‌اند و رکوع ندارند و گروهی در رکوع‌اند و یارای ایستادن ندارند و گروهی در صف‌هایی ایستاده‌اند که پراکنده نمی‌شوند و گروهی همواره تسبیح گویند و خسته نمی‌شوند و هیچگاه خواب به چشمشان راه نمی‌یابد و عقل‌های آنان دچار اشتباه نمی‌گردد. بدنهای آنان دچار سستی نشده و آنان دچار بیخبری برخاسته از فراموشی نمی‌شوند. برخی از فرشتگان امینان وحی الهی و زبان گویای وحی برای پیامبران میباشند که پیوسته برای رساندن حکم و فرمان خدا در رفت و آمدند. جمعی از فرشتگان حافظان بندگان و جمعی دیگر دربانان بهشت خداوندند. بعضی از آنها پاهایشان در طبقات پایین زمین قرار داشته و گردنهاشان از آسمان فراتر
و ارکان وجودشان از اطراف جهان گذشته، عرش الهی بر دوش‌هایشان استوار است. برابر عرش خدا دیدگان به زیر افکنده و در زیر آن بالها را به خود پیچیده‌اند. میان این دسته از فرشتگان با آنها که در مراتب پایین‌تری قرار دارند حجاب عزت و پرده‌های قدرت فاصله انداخته است. هرگز خدا را با وهم و خیال در شکل و صورتی نمی‌پندارند و صفات پدیده‌ها را بر او روا نمی‌دارند. هرگز خدا را در جایی محدود نمی‌سازند و نه با همانند آوردن به او اشاره می‌کنند. سوم، شگفتی آفرینش آدم علیه السلام و ویژگی‌های انسان کامل. سپس خداوند بزرگ خاکی از قسمت‌های گوناگون زمین، از قسمت‌های سخت و نرم، شور و شیرین گرد آورد. آب بر آن افزود تا گلی خالص و آماده شد و با افزودن رطوبت چسبناک گردید که از آن اندامی شایسته و عضوهای جدا و به یکدیگر پیوسته آفرید. آن را خشکانید تا محکم شد، خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد، تا زمانی معین و سرانجامی مشخص اندام انسان کامل گردید. آنگاه از روحی که آفرید در آن دمید تا به صورت انسانی زنده درآمد، دارای نیروی اندیشه که وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر موجودات تصرف نماید. به انسان اعضا و جوارحی بخشید که در خدمت او باشند و ابزاری عطا فرمود که آنها را در زندگی به کار گیرد. قدرت تشخیص به او داد تا حق و باطل را بشناسد و حواس چشایی و بویایی و وسیله تشخیص رنگها و اجناس مختلف در اختیار او قرار داد. انسان را مخلوطی از رنگهای گوناگون و چیزهای همانند و سازگار و نیروهای متضاد و مزاجهای گوناگون، گرمی، سردی، تری و خشکی قرار داد. سپس از فرشتگان خواست تا آنچه در عهده دارند انجام دهند و عهدی را که پذیرفته‌اند وفا کنند. این گونه که بر آدم سجده کنند و او را بزرگ بشمارند و فرمود بر آدم سجده کنید. پس فرشتگان همه سجده کردند جز شیطان. غرور و خود بزرگبینی او را گرفت و شقاوت و بدی بر او غلبه کرد و به آفرینش خود از آتش افتخار نمود و آفرینش انسان از خاک را پس شمرد. خداوند برای سزاوار بودن شیطان به خشم الهی و برای کامل شدن آزمایش و تحقق وعده ها به او مهلت داد و فرمود تا روز رستاخیز مهلت داده شده. چهارم، آدم علیه السلام و داستان بهشت. سپس خداوند آدم را در خانه‌ای مسکن داد که زندگی در آن گوارا بود. جایگاه او را امن و امان بخشید و او را از شیطان و دشمنی او ترساند. پس شیطان او را فریب داد، بدان علت که از زندگی آدم در بهشت و همنشینی او با نیکان حسادت ورزید. پس آدم علیه السلام یقین را به تردید و عزم استوار را به گفته‌های ناپایدار شیطان فروخت و شادی خود را به ترس تبدیل کرد که فریب خوردن برای او پشیمانی آورد. آنگاه خدای سبحان در توبه را بر روی آدم گشود و کلمه رحمت بر زبان او جاری ساخت و به او وعده بازگشت به بهشت را داد. آنگاه آدم را به زمین خانه آزمایش ها و مشکلات فرود آورد تا ازدواج کند و فرزندانی پدید آورد و خدای سبحان از فرزندان او پیامبرانی برگزید. 4.
فلسفه بعثت پیامبران، نبوت عامه. خدا پیمان وحی را از پیامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند. آنگاه که در عصر جاهلیت‌ها بیشتر مردم پیمان خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدایان دروغین روی آوردند و شیطان مردم را از معرفت خدا باز داشت و از پرستش او جدا کرد. خداوند پیامبران خود را مبعوث فرمود و هرچندگاه متناسب با خواسته های انسانها رسولان خود را پی در پی اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان بازجویند و نعمتهای فراموش شده را به یاد آورند و با ابلاغ احکام الهی حجت را بر آنها تمام نمایند و توانمندی‌های پنهان شده عقل‌ها را آشکار سازند و نشانه‌های قدرت خدا را معرفی کنند، مانند سقف بلند پایه آسمان‌ها بر فراز انسان‌ها، گاهواره گسترده زمین در زیر پای آنها و وسایل و عوامل حیات و زندگی و راه‌های مرگ و مردن و مشکلات و رنج‌های پیر کننده و حوادث پی در پی که همواره بر سر راه آدمیان است. خداوند هرگز انسانها را بدون پیامبر یا کتابی آسمانی یا برهانی قاطع یا راهی استوار رها نساخته است. پیامبرانی که با اندک بودن یاران و فراوانی انکار کنندگان هرگز در انجام وظیفه خود کوتاهی نکردند. بعضی از پیامبران بشارت ظهور پیامبر آینده را دادند و برخی دیگر را پیامبران گذشته معرفی کردند. بدین گونه قرنها پدید آمد و روزگاران سپری شد، پدران رفتند و فرزندان جای آنها را گرفتند. 5. فلسفه بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. تا اینکه خدای سبحان برای وفای به وعده خود و کامل گردانیدن دوران نبوت حضرت محمد که درود خدا بر او باد را مبعوث کرد. پیامبری که از همه پیامبران پیمان پذیرش نبوت او را گرفته بود. نشانه های او شهرت داشت و تولدش بر همه مبارک بود. در روزگاری که مردم روی زمین دارای مذاهب پراکنده، خواسته های گوناگون و روش های متفاوت بودند، عده‌ای خدا را به پدیده ها تشبیه کرده و گروهی نامهای ارزشمند خدا را انکار و به بت‌ها نسبت می‌دادند و برخی به غیر خدا اشاره می‌کردند. پس خدای سبحان مردم را به وسیله محمد صلی الله علیه و آله و سلم از گمراهی نجات داد و هدایت کرد و از جهالت رهایی بخشید. سپس دیدار خود را برای پیامبر که درود خدا بر او باد برگزید و آنچه نزد خود داشت برای او پسندید و او را با کوچ دادن از دنیا گرامی داشت و از گرفتاری ها و مشکلات رهایی بخشید و کریمانه قبض روح کرد. 6. ضرورت امامت پس از پیامبران الهی. رسول گرامی اسلام در میان شما مردم جانشینانی برگزید که تمام پیامبران گذشته برای امتهای خود برگزیدند، زیرا آنها هرگز انسانها را سرگردان رها نکردند و بدون معرفی راهی روشن و نشانه‌های استوار از میان مردم نرفتند. 7. ویژگی‌های قرآن و احکام اسلام. کتاب پروردگار میان شماست که بیان کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثلها، مطلق و مقید، محکم و متشابه می باشد. عبارات مجمل خود را تفسیر
و نکات پیچیده خود را روشن می کند. از واجباتی که پیمان شناسایی آن را گرفت و مستحباتی که آگاهی از آنها لازم نیست. قسمتی از احکام دینی در قرآن واجب شمرده شده که ناسخ آن در سنت پیامبر که درود خدا بر او باد آمده و بعضی از آن در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است. بعضی از واجبات وقت محدودی داشته که در آینده از بین رفته است. محرمات الهی از هم جدا می باشند. برخی از آنها گناهان بزرگ است که وعده آتش دارد و بعضی کوچک که وعده بخشش داده است و برخی از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بیشتر آن آزادند. 8. فلسفه و ره آورد حج. خدا حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد. همان خانه‌ای که آن را قبلگاه انسانها قرار داده که چونان تشنگان به سوی آن روی می آورند و همانند کبوتران به آن پناه می برند. خدای سبحان کعبه را مظهر تواضع بندگان برابر عظمت خویش و نشانه اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسانها شنوندگانی را برگزید که دعوت او را برای حج اجابت کنند و سخن او را تصدیق نمایند و پای بر جایگاه پیامبران الهی نهند. همانند فرشتگانی که بر گرد عرش الهی طواف می کنند و سودهای فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به دست آورند و به سوی وعدگاه آمرزش الهی بشتابند. خدای سبحان کعبه را برای اسلام نشانه گویا و برای پناهندگان خانه امن و امان قرار داد. ادای حق آن را واجب کرد و حج بیت الله را واجب شمرد و بر همه شما انسانها مقرر داشت که به زیارت آن بروید و فرمود آن کس که توان رفتن به خانه خدا را دارد حج بر او واجب است و آن کس که انکار کنند خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز است. ترجمه خطبه 2. پس از بازگشت از نبرد صفین در سال 38 هجری ایراد فرمود که من فقط یک بخشش رو برای شما میخونم. ستایش پروردگار. ستایش میکنم خداوند را برای تکمیل نعمتهای او و تسلیم بودن برابر بزرگی او و ایمن ماندن از نافرمانی او و در رفع نیازها از او یاری می‌طلبیم. زیرا آن کس را که خدا هدایت کند هرگز گمراه نگردد و آن را که خدا دشمن دارد هرگز نجات نیابد و هر آن کس را که خداوند بی‌نیاز گرداند نیازمند نخواهد شد. پس ستایش خداوند گرانسنگترین چیز است و برترین گنجی است که ارزش ذخیره شدن دارد و گواهی می‌دهم که جز خدای یکتای بی‌شریک معبودی نیست. شهادتی که اخلاص آن آزموده و پاکی و خلوص آن را باور داریم و تا زنده ایم بر این باور استواریم و آن را برای صحنه‌های هولناک روز قیامت ذخیره می‌کنیم. زیرا شهادت به یگانگی خدا نشانه استواری ایمان، باز کننده درهای احسان، مایه خوشنودی خدای رحمان و دور کننده شیطان است. خب چون خطبه ها خیلی زیاده من دیگه سعی میکنم که برم سراغ نامه ها. نامه ها شامل 4 بخش هستش که برای شما میخونم. نامه های امام به دشمنان، نامه های امام به استانداران و کارگزاران کشور، نامه های امام برای عهد و پیمان های امام با فرمانداران و نامه ها به سفارشات امام به خانواده و یاران که ترجمه نامه 47 را
وصیت امام علیه السلام به حسن و حسین علیه السلام پس از ضربت ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد می باشد که در ماه رمضان سال 40 هجری در شهر کوفه مطرح فرمود. من ترجمه این نامه رو برای شما می خونم. 1. پندهای جاودانه. شما را به ترس از خدا سفارش می کنم. به دنیا پرستی روی نیاورید گرچه به سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید، حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید. شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیت به آنها میرسد به ترس از خدا و نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش میکنم. زیرا من از جد شما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه 1 سال برتر است. خدا را درباره یتیمان نکند آنان گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد. خدا را درباره همسایگان حقوقشان را رعایت کنید که وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شماست. همواره به خوشرفتاری با همسایگان سفارش می‌کرد تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد. خدا را درباره قرآن مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند. خدا را درباره نماز چرا که ستون دین شماست. خدا را درباره خانه خدا تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خلوت شود مهلت داده نمی شوید. خدا را درباره جهاد با اموال و جانها و زبانهای خیش در راه خدا. بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر، مبادا از هم روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای شما بر شما مسلط می‌گردند. آنگاه هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد. سپس فرمود 2. سفارش به رعایت مقررات عدالت در قصاص. ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و دست به کشتار بزنید و بگویید امیر مومنان کشته شد، بدانید جز کشنده من کسی دیگر نباید کشته شود. درست بنگرید، اگر من از ضربت او مردم او را تنها 1 ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اعضای او را مبرید. من از رسول خدا که درود خدا بر او باد شنیدم که فرمود بپرهیزید از بریدن اعضای مرده هرچند سگ دیوانه باشد. ترجمه نامه 48. نامه به معاویه در ماه صفر سال 38 هجری شمسی 38 هجری در صفین. اندرز دادن دشمن. همانا ستمگری و دروغ پردازی انسان را در دین و دنیا رسوا می کند و عیب او را نزد عیب جویان آشکار می سازد. و تو می دانی آنچه که از دست رفت باز نمی گردد. گروهی باطل طلبیدند و خواستند با تفسیر دروغین حکم خدا را دگرگون سازند و خدا آنان را دروغگو خواند. معاویه از روزی بترس که صاحبان کارهای پسندیده خوشحالند و تأسف می‌خورند که چرا عملشان اندک است. آن روز کسانی که مهار خیش در دست شیطان دادند سخت پشیمانند. تو ما را به داوری قرآن خواندی در حالی که خود اهل قرآن نیستی و ما هم پاسخ مثبت به تو ندادیم بلکه داوری قرآن را گردن نهادیم. با درود. ترجمه نامه 49. نامه دیگری به معاویه.
هشدار به معاویه از دنیا پرستی. پس از یاد خدا و درود، همانا دنیا انسان را به خود سرگرم و از دیگر چیزها باز می دارد. دنیا پرستان چیزی از دنیا به دست نمی آورند جز آنکه دری از حرص به رویشان گشوده و آتش عشق آنان تندتر می گردد. کسی که به دنیای حرام برسد از آنچه به دست آورده راضی و بی‌نیاز نمی شود و در فکر آن است که به دست نیاورده، اما سرانجام آن جدا شدن از فراهم آورده ها و به هم ریختن بافته شده هاست. اگر از آنچه گذشته عبرت گیری، آنچه را که باقی مانده می توانی حفظ کنی. با درود. و ترجمه آخرین نامه‌ای که میخوام برای شما بخونم ترجمه نامه 50 هستش. نامه به فرماندهان سپاهش. 1. پرهیز از غرور زدگی در نعمتها. از بنده خدا علی ابن ابی طالب امیر مومنان به نیروهای مسلح و مرزداران کشور پس از یاد خدا و درود، همانا بر زمامدار واجب است که اگر اموالی به دست آورد یا نعمتی مخصوص او شد، دچار دگرگونی نشود و با آن اموال و نعمتها بیشتر به بندگان خدا نزدیک گردد و به برادرانش مهربانی بیشتری روا دارد. 2. مسئولیت‌های رهبری و نظامیان. آگاه باشید، حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت با شما انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن بپردازم و با همه شما به گونه مساوی رفتار کنم. پس وقتی من مسئولیت‌های یاد شده را انجام دهم، بر خداست که نعمت‌های خود را بر شما ارزانی دارد و اطاعت من بر شما لازم است و نباید از فرمان من سرپیچی کنید و در انجام آنچه صلاح است سستی ورزید و برای رسیدن به حق تلاش کنید. حال اگر شما پایداری نکنید، خوارترین افراد نزد من انسان کجرفتار است که او را به سختی کیفر خواهم داد و هیچ راه فراری نخواهد داشت. پس دستورالعمل‌های ضروری را از فرماندهانتان دریافت داشته و از فرماندهان خود در آنچه که خدا امور شما را اصلاح می‌کند اطاعت کنید. با درود. و بخش سوم قسمت حکمت‌های نهج البلاغه هستش. در اینجا حکمت‌های کوتاه ترجمه شده که من هر چند تایی رو که فرصت اجازه بده برای شما میخونم. اما حکمت اولی که میخوام بخونم زشتی، سستی و سخنچینی هستش. و درود خدا بر او فرمود هر کس تن به سستی دهد حقوق را پایمال کند و هر کس سخنچینی را پیروی کند دوستی را به نابودی کشاند. حکمت 239. حکمت 240 در مورد غصب و ویرانی هستش. و درود خدا بر او فرمود سنگ غصبی در بنای خانه مایه ویران شدن آن است. حکمت 241 آینده دردناک ستمکاران. و درود خدا بر او فرمود روزی که ستم دیده از ستمکار انتقام کشد سخت‌تر از روزی است که ستمکار بر او ستم روا می داشت. حکمت 242 ارزش ترس از خداوند. و درود خدا بر او فرمود از خدا بترس هرچند اندک و میان خود و خدا پرده قرار ده هرچند نازک. حکمت 243 روش حکیم پاسخ دادن. و درود خدا بر او فرمود هرگاه پاسخها همانند و زیاد شد پاسخ درست پنهان گردد. حکمت 244 و درود خدا بر او در مورد مسئولیت نعمت‌های الهی. خدا را در هر نعمتی حقی است. هر کسی آن را بپردازد فزونی یابد و آن کس که نپردازد و کوتاهی کند در خطر نابودی قرار گیرد. حکمت 245 درود خدا بر او هنگامی که توانایی فزونی یابد شهوت کاستی گیرد.
حکمت 246. درود خدا بر او. از فرار نعمت‌ها بپرهیزید، زیرا هر گریخته‌ای باز نمی‌گردد. حکمت 247. و درود خدا بر او. بخشش بیش از خویشاوندی محبت آورد. حکمت 248. و درود خدا بر او. چون کسی به تو گمان نیک برد، خوشبینی او را تصدیق کن. حکمت 249. و درود خدا بر او. بهترین کارها آن است که با ناخشنودی در انجام آن بکوشی. حکمت 250. و درود خدا بر او. خدا را از سست شدن اراده های قوی، گشوده شدن گره های دشوار و در هم شکسته شدن تصمیم ها شناختم. حکمت 251. و درود خدا بر او. تلخکامی دنیا شیرینی آخرت و شیرینی دنیای حرام تلخی آخرت است. و حکمت 252. و درود خدا بر او. خدا ایمان را برای پاکسازی دل از شرک و نماز را برای پاک بودن از کبر و خودپسندی و زکات را عامل فزونی روزی و روزه را برای آزمودن اخلاص بندگان و حج را برای نزدیکی و همبستگی مسلمانان و جهاد را برای عزت اسلام و امر به معروف را برای اصلاح توده های ناآگاه و نهی از منکر را برای بازداشتن بیخردان از زشتی ها، صله رحم را برای فراوانی خویشاوندان و قصاص را برای پاسداری از خونها و اجرای حدود را برای بزرگداشت محرمات الهی و ترک میگساری را برای سلامت عقل و دوری از دزدی را برای تحقق عفت و ترک زنا را برای سلامت نسل آدمی و ترک لواط را برای فزونی فرزندان و گواهی دادن را برای به دست آوردن حقوق انکار شده و ترک دروغ را برای حرمت نگه داشتن راستی و سلام کردن را برای امنیت از ترس‌ها و امامت را برای سازمان یافتن امور امت و فرمانبرداری از امام را برای بزرگداشت مقام رهبری واجب کرد. و حکمت 253. و درود خدا بر او. آنگاه که خواستی ستمکاری را سوگند دهید، از او بخواهید که بگوید از جنبش و نیروی الهی بیزار است. زیرا اگر به دروغ سوگند خورد، پس از بیزاری در کیفر او شتاب شود. اما اگر در سوگند خود بگوید به خدایی که جز او خدایی نیست، در کیفرش شتاب نگردد، چه او خدا را به یگانگی یاد کرد. حکمت 254. و درود خدا بر او. ای فرزند آدم، خودت وصی مال خیش باش. امروز به گونه‌ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند. حکمت 255. و درود خدا بر او. تندخویی بیمورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود و اگر پشیمان نشد پس دیوانگی او پایدار است. حکمت 256. و درود خدا بر او. فرمود سلامت تن در دوری از حسادت است. و حکمت 257. و درود خدا بر او. ای کمیل، خانواده‌ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن بزرگواری و شبها در رفع نیاز خفتگان بکوشند. سوگند به خدایی که تمام صداها را میشنود. هر کس دلی را شاد کند، خداوند از آن شادی لطفی برای او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون آب زلالی بر او باریدن گرفته و تلخی مصیبت را بزداید، چنان که شتر غریبه را از چراگاه دور سازند. حکمت 258. و درود خدا بر او. هرگاه تهیدست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. حکمت 259. و درود خدا بر او. وفاداری با خیانتکاران نزد خدا نوعی خیانت و خیانت به خیانتکاران نزد خدا وفاداری است. و حکمت 260. و درود خدا بر او.
بسا احسان پیاپی خدا گناهکار را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش مردم فریب خورد و خدا هیچ کس را همانند مهلت دادن مورد آزمایش قرار نداد. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. اگر این کتاب رو به ترجمه آقای دشتی دوست داشتید میتونید از انتشارات آستان قدس تهیه کنید و مطالعه بفرمایید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارت.